نمازگزاری در مسجد مرکزی بیشکک یک بخش معمولی زندگی روزمره ساکنان پایتخت قرقیزستان است. ولی اختلاف‌های دینی در این جمهوری آسیای مرکزی هرچه بیشتر بروز می‌کنند. بعضی علمای قرقیز بر این نظرند که جنبشی برای مردم بومی بیگانه سلفی در میان مسلمانان قرقیز نفوذ پیدا کرده است. به قول منقدان، سلفی ها خلاف اسلام عنعنوی عمل می کنند و این افکار بیگانه را با پول خارجی از عربستان سعودی صادر کردند. حکومت قرقیزستان تا حال مقرر نکرده است که نشانه پیروی به سلفیه چیست، ولی شاخه های پراکنده این جنبش مذهبی مقامداران وزارت کارهای داخلی را نگران کرده است. Biz eme jalpı dep aytууdan kaçabız. Sebebi birinciden ما نمیخواهیم بگوییم که تمام سلفی ها خطر دارند، زیرا ما با عربستان سعودی رابطه های دیپلماتی داریم. در آنجا سلفیت سیاست رسمی دولت است، اما بعضی از شاخه های این جنبش در همان کشور هم ممنوع می باشند. مثلا تکفیری ها، جهادی ها و سلفی های نو که واقعا برای ما تهدید هستند. Xizmatdaşığımız var. Oşon üçün eme qıla albayız da. سالهای اخیر شماری از قرقیزها افراطی شده به سازمانهای جنگجوی پیوستند. در نواری از سال 2015 یک مرد قرقیز مردم را به جهاد در صفهای گروهی دهشت افکنی دولت اسلامی دعوت می کند. Misal üçün takfirist cihadistik salafiler bunlar bizden birleşiğimiz boyunca سلفی های تکفیری و جهادی مثل گروه های وحشت افکنی دولت اسلامی، القاعده و بoko haram بوده و کشوری ما تهدید می کنند. Uyumlar. Demek bizning qo'mchilikqa, o'lkamizga, mamlakatimizga tudrad. بخش قرقیزی رادیوی آزادی از مفتیات قرقیزستان خواست که چارچوبی تشخیص سلفیه را شرح دهد، ولی تا هنوز جواب نگرفته است. حکومت قرقیز هم خطی مشی خود را در مقابل سلفیه و ترغیبگران غایه های سلفی مشخص نکرده است. شمس‌الدین عبدالخالقوف که خود را روحانی سلفی معرفی می کند و بعد نوشتن کتابی به اختلاف انگیزی متهم شد و حالا در جای پنهانی به سر می برد، در صحبت تلفنی بر رادیوی آزادی چنین گفت: درست نیست که هر مسلمان بر اساس یک رویه زندگی کند. این دیکتاتور بوده خلاف اسلام است. دولت نباید آزادی از طرف خدا هدایت شده را محدود کند. ما باید حق داشته باشیم که عقیده سیاسی خود را ابراز کنیم. ارسن بایزاقوف، شخص دیگر که در ارتباط با سلفی ها یاد می شود، بعد لط و کوب از سوی افراد نامعلوم بستری شد. بایزاقوف اصرار می کند که او سلفی نیست و تنها برای اعتقاد دینیش مجازات شده است. او در شفاخانه از کافتکاوی خانهش یادآور شد. من 28 aprelde men uyumu bular obus qilib kelishganda روز 28 اپریل امنیتی ها آمده در خانم کتاب صبر صبور شمس‌الدین عبدالخالقوف را کافتند. آنها نسبت به من بدرفتاری را روا دیده دستانم را زنجیر بند کردند. اکین توقتلیف، وکیل مدافع روحانی فراری شمس‌الدین عبدالخالقوف میگوید حادثه های یاد شدن نمونه تعقیب افراد متهم به پیروی سلفیه می باشند. چنین تعقیب نه تنها با بایزاقوف و عبدالخالقوف بلکه با دیگر سیماهای شناخته اسلامی و مانند مفتی سابق چوبک ایجلیلوف هم جای دارد. آنها روحانیان معروف را تعقیب می کنند. بعضی شارحان میگویند که نگرانی مقامات قرقیزستان به اساس نیست. یکی از علما که نخواست نامش آشکار شود تصدیق کرد که به نظر بسیاری ها در کشور عقیده های افراطی اسلامی رشد کردند. Azırkı bizden Kırgızistan'dan demokratiyalik svetlik düzülüşü, alardan göz qarashı. نظام دولتداری قرقیزستان دموکراتی و دنیوی است. هرچند که بعضی افراد معتدل از بین آنها روی راست بر ضد این نظام صدا بلند نمی کنند، ولی در دل مخالف این دولت بوده آرزو دارند که آن وجود نداشته باشد. Göz qarashdı, görak qabul qilishadi. نقش عربستان سعودی در توسعه عقیده های سلفی در خاک قرقیزستان واضح نشده است. آنچه روشن به نظر می رسد این است که به فکر بسیاری ها حکومت قرقیزستان و علمای اسلامی نباید از بحث این موضوع کناره‌جویی کنند و باید در رفع تهدید رویه های اسلامی بیگانه بیشتر سهم بگیرند.